آقای مسعودی رفتیم که سر اصل مطلب. بله. من یه سوالی از شما، بین الله داریم صحبت میکنیم برای عزیزان کشاورز و باغدار. شما چند سال اصلا کار ما رو میشناسین، ما رو میشناسین؟ من اگر اشتباه نکنم بین 6 سال تا 7 سال. خب خدا رو شکر. بارهایی که از ما خریدین هیچ وقت نقصی داشت؟ الحق والانصاف بگم، وجدانا راضی هستم. اگر راضی نبودم امسال دوباره از شما خرید نمی‌کردم. دست شما درد نکنه، خدا رو. الان یه عده از عزیزان فکر میکنن که این جواب نمیده، حتما به صورت چون تبلیغاته، ما داریم فقط تبلیغات کاریمون رو میکنیم. ولی من واقعا شما دیگه همه شما رو میشناسن و ما دیگه برنامه‌های چی میگم مثل تبلیغات الکی نداریم، فقط معرفی کارمون. درسته؟ ما واقعا راضی هستیم خانم خواجان. عرض کردم من معجزه ورمی کمپوست رو دیدم واقعا. در عرض کردم کیفیتی بار، در سایز بار، در نحوه خدمت شما عرض بشم که هی درخت، اینا رو من دیدم که الان مبادرت به خرید مجدد دارم انجام میدم. خدا رو شکر، خدا رو شکر. آقای مسعودی عزیز، سفارشی که میدین ما اصلا بدغولی داریم تو کارمون. ما اصلا نه حتی خیلی هم در تو همکاری خیلی صمیمانه و خیلی عرض کنم که برادرانه، خیلی هم در قالب یک اعتماد خیلی چی بگم دوستانه خانوادگی. خیلی هم راضی هستیم. سلامت باشه، خدا از شما راضی باشه. الهی کسب و کارتون برکت باشه. شما رو حفظ کنه. سلامت باشی انشالله. تو منطقه ما داره تولید میشه که ما هم راضی هستیم. ما نمیریم استانهای مجاور جاهای دیگه داریم یک کرایه هم بعد نمیدونیم اصلا چیه. من اولین بار که از شما ورمی کمپوست خریدم این آزمایش بود، آزمایشگاه فرستاده بودم. بله. که ببینم پتاش چقدر داره. بله. خدمت شما فسفر، بعد روی منگنز، سدیم، همه عنصرهایی که برای رشد درخت داره رو همه رو فرستادم آزمایشگاه، جواب گرفتم، انصافا راضی بودم. خدا رو شکر، خدا رو شکر.